بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام به شما عزیزانی که ما را همراهی میکنید در شناخت هویت ملی خودمون، هویتمون و شناخت نامدارانی که در ساختار این هویت اسلامی و هویت علم و دانش و فرهنگ سهم والایی را ایفا کردند. امروز می‌خواهیم از یکی از حکیمان این دیار بگوییم، کسی که در وصف ایشون شیخ احمد جام از عرفا و اندیشمندان سده ششم در کتاب کنوز الحکمه خود می‌فرمایند که یکی از حکمای امت محمد صلی الله علیه و سلم بودند. ایشون اون حکیم نامداری هستند که برخی از ناقدان بر این باورند که اگر نوشته ایشون و شاهکار ایشون نمی بود، ادبیات فارسی به سختی می توانست رشد یابد و در نبود ایشون کسانی چون خیام، مولوی، حافظ نیز نمی توانستند اندیشه خیش را بپرورانند و چنین ببالند. پس ایشان پدر ادبیات فارسی و شاید هم پدر زبان فارسی اگر به ایشون لقب داده بشه زیاد گزافه‌گویی نباشد. ایشون ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاعر نامدار سده چهارم از موالید 329 هجری قمری تا 416 هجری قمری در طوس خراسان عزیز خود ما هستند. شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه حماسه ملی ایران که به هر حال فردوسی در نزد بیشتر ناقدان بزرگترین سراینده پارسیگوی جهان و حکیم سخن و حکیم طوس و استاد سخن نام گرفتند. ایشون فردوسی بزرگ، این فردوسی که کتاب‌های دیگری غیر از شاهنامه هم بیشون نسبت داده میشه، مثل کتاب یوسف و زلیخا و هجونامه‌ای در نکوهش سلطان محمود غزنوی که البته هیچی کدوم از این دوتا کتاب به هر حال مسند تاریخی قوی نداره که بگیم که اینا از استاد سخن فردوسی بزرگ هست یا نیست. و کتاب شاهنامه که حماسه بزرگ فارسی زبان هست در سال غالباً 384 هجری قمری کامل شد، اما فردوسی خواست که این کتاب رو یک ویرایش دیگه‌ای داشته باشه. ویرایش اخیرشون در 400 هجری قمری در غالباً 25 اسفند 400 هجری قمری مصادف با 88 مارس 1100 در 71 سالگی این ویرایش رو فردوسی انجام دادن. فردوسی در زبان فارسی نام بسیار بزرگی رو دارند و در زبانشان نجابت خاصی دارند، پاکی سخن و واژه‌هایی که در اون زشتی و حتی اگر به هر حال فردوسی یک حماسه رو می سراید و در این حماسه یعنی چی؟ یعنی احیانا عصبانیت هست، احیانا جنگ هست بین پهلوانا، بین سپاهیان و اینا. خب در فضای جنگ حرفای زشت هم گفته میشه، فحش هم داده میشه و چیزای واژه‌های زشتی هم به زبون میاد. اما فردوسی که ناقل این صحنه‌های پر سر صدای و چکاچک شمشیرها هست، چون که خودشون نجابت خاصی دارن
حاضر نیستند اون کلمات رو به اون زشتی که شاید در تصور بسیاری از نویسندگان و ادیبان هست بیارند و کلمات بسیار زیبایی رو یا اون چی که در حد نجابت زیاد هست اون رو انتخاب میکنند. و فردوسی بنا به افرادی که در فردوس شناسی ماهرند مثل آقای نولتکه میگن که یک تا پرست بود که پیوندش را با نیاکانش پابرجا نگاه داشته بود. و این خود برگرفته از دین مبین اسلام هست که اسلام وقتی جایی میرفت، حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمودند که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من اومدم که اون زیبایی های اخلاقی رو رشد بدم، نه اینی که بر همه آنچه هست همه رو ویران کنم، نه، من برای سازندگی اومدم. و دین مبین اسلام هر جا هم که میرفت فتوحات اسلامی، چرا اسمشون فتوحات است و مثل استعمارگرانی که اینجا اونجا رفتن هرگز کسی به اونها استعمارگر نگفت، برای اینکه مسلمان ها هر جایی رو فتح میکردن برای آبادانی اونجا فتحش میکردند، رشد میدادند، جامعه رو رشد میدادند و خدمت میکردند به جامعه. عمران و رشد جامعه، رشد فرهنگی، رشد اقتصادی، رشد سیاسی مناطق باعث میشد که همه با آغوش باز اسلام رو بپذیرند، برعکس استعمارگرانی که هر جا میرفتند ویران میکردند، سرزمین های دیگران رو ویران میکنند تا سرزمین خودشون رو آباد کنند. فردوسی اون شخصی هست که سعدی زیبا سخن، سعدی حکیم و اندیشمند بزرگ و عالم و دانشمند، سعدی شیرازی در ابیاتی که تضمین آورده از تضمینی که از واژه‌هایی است که در علم بلاغت رواج داره میارند، از به فردوسی رو به عنوان استعاره میارند که چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بران تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این فردوسی بزرگ هست که در بین فارسی زبانان حداقل جایگاه بسیار ویژه‌ای داره و قبلها در سال 1313 به عنوان هزاره فردوسی یک همایش بزرگی اجرا شد و در پی اون بسیاری از اسم فردوسی بلندتر شد و بسیاری از مراکز علمی، دبستان‌ها، دبیرستان‌ها، کتابخانه‌ها و غیره در شهرهای مختلف به نام فردوسی بزرگ حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی طوسی نامگذاری شد. ایشون در ستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یارانشان ابیاتی دارند که این ابیات در واقع شناسنامه فردوسی است، هویت اصلی فردوسی رو برملا میکنه و مشخص میکنه. فردوسی که ما از زندگی شخصی ایشون و خانوادهشون چیز زیادی در دسترس مورخان نمونده. برخی از قصه ها و افسانه هاست که اینها رو به اصطلاح افسانه سرایان و قصه خون ها و اینا از خودشون تراشیدند و تاریخ هیچ گونه ثبتی از اونها بیاد نداره. از ابیات زیبایی که ایشون در وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یارانش فرمودند، خلفای راشدین چنین میگویند که تو را دین و دانش رهاند درست، ره رستگاری بیایدت جست. اگر دل نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دائم بوی مستمند، یعنی اگر سعادت و خوشبختی دنیا رو میخوای، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. که با اتباع و پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و شستشو دادن دل و قلب و مرام زندگیت بر مبانی اخلاقی دین اسلام سعادت رو به دست خواهی آورد. چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه، نتابید بر کس ز بوبکر به. که خورشید
بعد از رسولان مه، نتابید بر کس ز ابوبکر به. عمر کرد اسلام را آشکار، بیاراست گیتی چو باغ بهار. فردوسی بر این باورند که بعد از پیغمبران کسی بزرگتر، شایسته تر، والاتر و بسیار از مکانت و جایگاه بلندتری برخوردار نیست مگر ابوبکر صدیق. و پس از ابوبکر صدیق که لیاقت خلیفه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را داشت و صحابه ایشون رو به عنوان خلیفه انتخاب کردند، بعد از ایشون در رتبه خوبترین ها بعد از پیامبر که ابوبکر باشند، بعد از ابوبکر عمر هست که اسلام را آشکار کرد و بیاراست گیتی چو باغ بهار. در زمان ایشان اسلام گسترش بسیار بزرگی رو داشت و جهان فتح شد. پس از هر دو آن بود عثمان گزین، خداوند شرم و خداوند دین. عثمان که مشهور است به حیایشان بعد از ابوبکر و عمر جایگاه سوم رو در عقیده و باور فردوسی دارند. چهارم علی بود جفت بتول، که او را به خوبی ستاید رسول. بعد از اون نوبت خلیفه چهارم مسلمونا علی مرتضی رضی الله تعالی عنهم اجمعین هست که داماد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جفت بتول بودند و پیامبر از ایشون تعریف ها داشتن که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است. که فردوسی از به روایتی که اثری که در این باب اومده که من دروازه علمم و من شهر علمم و علی دروازه اون، به این اشاره داره. چیزی که باعث شد ما این ابیات زیبا رو در اینجا نقل کنیم رساندن همون مفهوم هویت ما، که هویت ملی اسلامی وقتی که در ایران پایه‌گذاری شد، همه مؤمنان، همه اندیشمندان، همه عقلا هویتشون رو حفظ داشتند و هویت اسلامی شاخصه تمامی علما و اندیشمندان هست تا قرنها، تا وقتی که به اصطلاح در قرن 16 میلادی ما دچار یک تغییر و تحول عمیقی در منطقه خودمون شدیم. یک باد و بوران تابستانی وحشتناک، یک سونامی که باعث شد که به اصطلاح فرهنگ ما دچار یک تزلزل و یک بحران بشه. هویت ما دچار در یک فراز و نشیب بسیار بدی قرار گرفت و به اصطلاح هویت این سرزمین از اسلام ناب محمدی و اسلام قرآن و سنت برگشت به یک هویت دیگر که ساخته صفویت بود. صفویت در اون ابتدایی کار تشیع و مذاهب نوینی که به روز می اومدن در چشم همه اندیشمندان بزرگ اون زمان و در چشم رهبریت جامعه که در بغداد و عراق اون روزگار بود، به چشم افراد منحرف و افرادی که از دین گسیخته شدن نگاه میشد. حالا فردوسی با این حجم و مکانتش، حالا یک انسان سنی مسلک که به دینش، به پیامبرش، به مکتب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم افتخار میکنه، بشه به اصطلاح سرکرده و کدخدای ادبیات فارسی برای بسیاری از کوته آستینان و کوته فکران صفوی مشرب بسیار سخت بود. واسه همین اینا اومدند و خب مشکل داشتن. صفویت در تا الان تشیع حاکم بر ایران یا همون صفویت مشکل داره. مشکل اساسیش در ایران زمین و در سرزمین فارس این هست که هیچ ریشه‌ای در عمق این خاک نداره و هیچ ریشه‌ای در عمق فرهنگ این ملت نداره و خودش هم میدونه که مثل علف هرزه در اینجا سبز شده و امروز یا فردا باید
راهش رو بگیره و از این سرزمین بره، همونطور که اومده. به هر حال یک ابر بهاری است و یک به اصطلاح سر صدایی به راه میندازه و رعد برقی، و آخرش باید از اینجا کوچ کنه، چون که اصالت فرهنگی ما، زبان ما، فرهنگ ما همش به اصطلاح ریشه میگیره از کجا؟ از نیاکان ما، از شعرا و عرفا و اندیشمندان و علمای ما، که اینها همه زاده این خاک هستند و همه از مکتب اسلام ناب محمدی بار گرفتند. واسه همینه که ما میبینیم که بسیاری از افرادی که به اصطلاح اهل علم و اندیشه هستند، مثل دکتر جعفری لنگرودی در کتاب راز بقای ایران در سخن فردوسی واضح و روشن میگه که فردوسی نمیتونسته شیعه‌ای باشه، شیعه که دیانتش بر جنگ با صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست، چطور میتونه به اصطلاح تحمل کنه این ابیاتی که فردوسی میگه که بعد از پیامبران کسی والاتر از ابوبکر صدیق نیست. همچنین محمد علی اسلامی در کتاب 4 سخنگوی وجدان ایران هم این موضوع رو به واضح روشن میکنند که سرودن این اشعار دلیلی بر سنی بودن فردوسی هست و محبت آل رسول، و به هر حال اینها آل رسول در خون و گوشت اهل سنت جای دارند و همه شعرای اهل سنت، همه ادبا و اندیشمندان اهل سنت بدون استثناء در مدح آل بیت رسول صلی الله علیه و سلم و در محبت، اظهار محبت آل رسول و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیشتاز بودند. حضرت مولای متقیان علی در نزد اهل سنت داماد پیامبر، اسدالله، ابو تراب، فاتح خیبر و سرحلقه فقیران دریای دل هست، نمونه تقوا و مرد شجاعت و آزادگی و عدالت هست و همه شاعران به اصطلاح در وصف ایشون شعرها گفتند به خصوص اهل سنت. حالا این کوته آستینان چون که دیگه هیچ جایی نداشتن، چیکار کردن؟ اومدن برخی از ابیات رو تراشیدند با همون شیوه به اصطلاح همون زبان گنگ خودشون و همون زبان به اصطلاح نارسای خودشون که اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد وصی و نبی جای گیر، گرت زین بد آید گناه من است، چنین است و آیین و راه من است. که از خود این ابیات واضح و روشن هست که به اصطلاح ابیاتی هست که در کارخانه های یا کارگاه های لچ و پچ ساخته شده هست. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وصی، ابا دیگران مرا کار نیست، جز این مرا راه گفتار نیست. که همونطور که خود اهل ذوق در ملاحظه می‌فرمایند ابیاتی است گنگ که به هر حال جوابگوی این پرسش نیست که هویت فردوسی چیست. واضح و روشن فردوسی با شناسنامه خودشون بیان می‌دارند که به یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم افتخار می‌کنند و خودشون رو از اهل سنت و هویت اصیل این جامعه میشناسند. البته در نسخه‌ای که از مثنوی یوسف و زلیخا هم اومده که همونطور که اشاره شد منسوب هست به فردوسی، هم اومده که صحابان او جمله اخیر بودند، همه هر یکی همچو اختر بودند، ولیکن از ایشان 4 آمدند که در دین حق پایدار آمدند. خلفای راشدین رو ذکر میکنه و اینی که صحابه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بهترین ستاره های آسمان بشریت هستند. بعد در میان اینها 4 ستاره درخشانتر هست که ابوبکر صدیق، شیخ عتیق که به روز و شب مصطفی را رفیق، که خود قرآن کریم از ایشون به عنوان یار غار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نام میبرند. پس از وی عمر بود که قیصر به روم، ز سهمش نیاره است خفتن به بوم. اینو میگن شعر.
اگر اینا درسته که منسوب هست به فردوسی، اما این قوت شعریش خودش بیانگر این هست که به اصطلاح از فردوسی هست. اما اون ابیات چرندی که منم بنده اهل بیت نبی، این دیگه در شأن فردوسی نیست. فردوسی اون شاعری که میدونه کلماتش رو چطور انتخاب کنه. اون فخامت و هیبت شعر فردوسی با این شعر بی سواد به اصطلاح کسی که تازه در مکتب شعر میخواد خودش رو زورکی جای بده، منم بنده اهل بیت نبی، این در شأن فردوسی نمیتونه باشه. سیوم میر عثمان دیندار بود که شرم و حیا زو پدیدار بود. چهارم علی ابن عم رسول، سر شیرمردان و جفت بتول. از آزار این چهار دل را بتاب، که آزارشان دوزخ آرد به تاب. این هست فردوسی بزرگ، فردوسی که افتخار میکنه به صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و برحذر میداره اون جامعه ای که تازه به اصطلاح یک نوع انحرافی در اون رو احساس میکنه. میگه که مواظب باش که زبان درازی نکنی در حق صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که دوزخ به بار میاره. این فردوسی مایه فخر ادبیات فارسی و حکیم سخن، شاعر توس و کسی که ادبیات فارسی به او مدیون هست. یکی از ستاره های نامدار سرزمین فارس و بیانگر هویت ملی و قومی این سرزمین که همون هویت اسلام قرآن و سنت باشه هست. خداوند فردوسی رو مورد غریق رحمت خودشون قرار بدن، همون رحمتی که سعدی شیرین سخن خواست. ما هم در پایان این دعا رو میکنیم که چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت